چی معامله داشت؟ حضرت جان هر چیزی همه وقتی زن کودکاش میخورد من یکم دیر انتظار بدم. مادر جان ببخشش، حضرت جان بخشیدش نمیتونم. رسول الله گفتن چوبه ها را جمع کنید. حضرت جان گفتی چوبه ها را چیکار میکنی؟ گفت بچه تا در بین چوبه ها میمانم آتش بزن. حضرت جان گفت من طاقت سوختن فرزندم ندارم. از آتش دنیا میترسی، از آتش آخرت نمیترسی. میدونی که بچه تا نبخشی بچه لخشه آتش جهنم است. رسول الله علیه السلام شما شاهد باشید من فرزندم بخشیدم. رفتن علقمه را آغوش کردن و در قفس سینه علقمه گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، جانم به الله تسلیم کرد. از این دنیا من شما یک چیز میبریم، لا اله الا الله میبریم. و اگر میدونیم پدر و مادر ناراحت از این زبان گنگ میشه و تلفظ کردن نمیتونم. این جنت را ببین به همین زیباییش که پیغمبر، اولیا، صلحا همه آرزو میکنند. حتی کافرها دعوا میکنند که جنت مال ما است. و اینمی جنت روز قیامت پیش خدا شکایت میکنه که ربا مرا یک منظری زیبا کرده که همه حواسی مرا میخوره، حتی حواس میخورن در میانه ما جا بگیرن. چرا مرا یک قدر کردی که زیر خودم ایماندار کردی؟ نماز یک دعای عجیب میخوانه اللهم اغفر لی و لوالدی، خدا اول خود منو ببخش بعد از آن پدر مادر منو. چرا اول خود من؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ آیا حقوق از پدر مادر بالا هست؟ نه. خدایا مرا ببخش. چرا؟ تو دعای در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر تو مرا نبخشی دعام قبول نمیشه. رب اول خود ما ببخش و بعد از آن پدر و مادر ما ببخش. رسول معظم اسلام فرمودن فرزند در دنیا یک بار میگه اللهم اغفر لی، خدایا مرا و پدرم رو ببخش، خدا ثواب میبره. و اون میت و پدر مادر میگه ربا این عمل من نکردم، این ثواب از کجاست؟ میگه به استغفار ولدک، فرزند در دنیا دعا را طلب کرد و این ثواب من برای تو آوردم. حبیب خدا گفتن اینقدر خوشحال میشه که حتی از خوشحالی و تمام اهل قبرستان خوشحال میشه. ما شما جنت میگیم یک بار نمیپرسیم که جنت چگونه جای است. آیا درخت داره، زمین داره، آب داره؟ جنت چی داره؟ جنت جایی داره که برادرها صحابه رسول الله آرزو کرده بودن و آرزوهای زیاد داشتن، اما حضرت آرزو کرده بود که یکایکی ما و شما را ببینه. روایت بخاری است و اونما هم در جنت دیدار نصیب میشه. یکی از صحابه آمدن حضرت جان جنت میگی همون جنت درخت داره؟ حبیب خدا گفتن بله. گفت حضرت جان نام درخت جنت چی است؟ حضرت گفتن توباست. حضرت جان گفت غفصی درخت جنت چند است؟ گفت شتر از گردش تاب خوردن پیر میشه و استخواناش میشکنه با آخر درخت جنت نمیرسه. حضرت جان نوداش چند است؟ یک ماه سفر. حضرت جان همون وصف جنت کردی، حالی چشمای من دیدیسه مرا چشمان فریب نمیکنه. حبیب خدا گفتن آن چیز چشمای تو میبینه چشمای من هم میبینه. یک بار نفس چقر کشیدن. حضرت گفتن من هیره بندین، این خودش دیگه از جنت دور کردن نتونست و جانان تسلیم کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من و شما را در حوض کوثر انتظار است. و یک بار تصور بکنین روز قیامت بریم پیغمبر پیش آسمان بگیرد، چه لحظه عجیب زیباست. و من و شما بخوایم از او حوض کوثر بخوریم و از دستهای مبارکش به من و شما آب بدهد و از او دستا آب بخوریم و بعد از رسول الله پیش و من و شما از عقیب سوره یاسین میخوانیم. الله رب العزت میفرماید سلام قولا من رب الرحیم. و بس با رسول الله جنت رفتیم و همه در جنت و الله رب العزت میآمد است و میگفت است السلام علیکم یا اهل الجنه اتريدون شیئا نزیدکم. سلام بر شما ای جنتی ها، میخواین از این دیگه زیادتر بهتون داد؟ و رسول الله سر مبارک خم و الله رب العزت میفرمود است یا محمد ارفع، محمد جان سلام بردار، من بار تو اینقدر سر خم ندیدم، خیریت باشه سرت خم است. الله رب العزت امتام در دوزخ. الله رب العزت میگفت است محمد علیک السلام برای در دوزخ ببین، اگر در قلب امتات مقدار یک درهم ایمان باشه از دوزخ براشون. و پسان سر مبارک خم است. محمد چرا سرت خم است؟ پروردگار امتام در دوزخ هم. برای ببین اگر در قلب باشون مقدار یک ارزن ایمان باشه براشون. سرخم است. محمد ارفع سر ابو بردار، چرا سرخم است؟ خدای امتام در دوزخ هم. محمد علیک السلام برای اگر امتات در دنیا یک بار کردن لا اله الا الله گفته باشه بروشون از دوزخ. پس اهل نمازی ها پروردگارا رفیقای ما با ما بودن در دنیا، اونا در دوزخ هم. الله رب العزت اجازت میده است که بریم برامونشون. جنت چی منظره زیبا است. خب وقتی فلانی فهم نگیرم برادرای عزیز،
هر کس هم خدا اجازت نمیده که رو پروش بیستی و طهارت بکنی و دست هم برداری و بگوی الله اکبر و بعد از اون بخوانی سبحانك اللهم و بعد بخوانی الحمدلله رب العالمین. هر کس هم خدا اجازت نمیده که رو پرو بیستی و بگی الحمدلله رب العالمین. و این در نظر من و شما نمیتوه. وقتی من و شما میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا تمام ملائکه جمع کرده است. حدیث صحیح داره و میگفت است حمدنی عبدی، بنده من مرا شکر کرده است. وقتی من و شما میخونیم الرحمن الرحیم، خدا میگفت است بنده من مرا تعریف داره. من و شما میخونیم مالک یوم الدین، خدا میگفت است بنده من واقعا دانست پادشاه من هستم. من و شما میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا میگفت هذا بینی و بین عبدی، تقسیمات بین من و بین بنده ها هست. و بعد از آن من و شما را اجازت میده رکوع میکنیم و بعد از آن اجازت میده سجده و سر در سجده میمونیم و میگیم سبحان ربی الاعلی. پروردگارا، پیغمبر رو آرزو کرده بود که کاش که یک بار ما را میدید، کاش که این آرزو ما میکردیم که یک بار پیغمبر رو میدیدیم. خدایا اگر پیغمبر رو میدونست ما اینقدر گناه میکنیم، شاید آرزوی دیداری ما را نمیکنیم. خدایا با کمبودی ما نگاه نکن، با آرزو و هوس حبیبت نگاه کن. خدایا برای ما شده روز قیامت سر محمد اخم نکن. خدایا خودت وعده کرده جنتی ها هر خواهشی داشته باشن اجرا میشن. اگر در تقدیر ما جنت باشه با این برادران ما را خدا جنت ببر. خدایا اگر در تقدیر ما جنت باشه ما یک خواهش داریم، روز قیامت ما را اجازه بده که با محمد علیه السلام صحبت کنیم. درد دلی زیاد داریم، هوسای زیاد داریم، آرزوهای زیاد داریم. همین قبل گمش که محمد ما را دوست می‌داره. از پدرمان هم زیاد دوست می‌داره، از مادرمان هم، حتی از جان عزیزی خودمان هم دوست می‌داره. خدایا ما در همین دنیا اقرار می‌کنیم که گناه خیلی زیاد داریم، اما امید به رحمت تو داریم. روز قیامت خدای ما رو نپرس، اگر میپرسی با رحمتت بپرس، با مغفرتت بپرس. خدای اگر تو روز قیامت ما رو از گناهامون بپرسی، ما رو از رحمتت بپرسی. اگر به سوی ما قهر و غضب بکنی، از غفاریت میپرسی. اگر عیبهامون رو آشکارا بکنی، از ستاریت میپرسی. یا ارحم الراحمین. پروردگارا تو بزرگ هستی، بخشنده هستی، بخشیدن رو دوست می‌داری، ما رو ببخشی الله. یا ارحم الراحمین. در این بیماری و این مصیبتی را که بالای ما آوردی، ما ایمان داریم که ظالم نیستی ظلم بکنی، ارحم الراحمینی. از این بیماری آمد که پدر از فرزند جدا کرد، فرزند از مادر، مادر از فرزند. خدایا موافق وعده حبیبت که کسی در این بیماری گذشته از شهید میشه، شهادت نصیب شون بگردون. و التماس میکنیم و خواهش میکنیم که این بیماری را از کره زمین برداشته بگردون. خدایا شاید ما از حال پدر بیخبر بودیم، از مادر، شاید یتیمی بود، شاید مظلومی بود، گرسنه بود، ما چند نمود افقاد خوردیم و گرسنه بود و او شب خسته را کرد، نماز خواند و تو شکایت کرد از جانب ما. شاید اون کودکایی که در درون بحرها لقمه ماهی‌ها شدن، اونا از این رفتن و باری ما شکایت کردن و این بلا را بالای ما آوردی. خدای چی گونه اونا بنده‌هاتن، ما هم بنده‌هات هستیم. خدای زبان ما رو مثل زبان ما بگردون و خدای ما با تو خالی بودیم، نمازهای تو را نمی‌خواندیم، روزهای تو را نمی‌گرفتیم، صلح شوی آمدیم، آشتی شوی آمدیم. خدای 20 سال ما را عمر سالم دادی، تجارت را دادی، یک ساله که یک ماه تجارت ما گرفتی، در او شکایت کردیم در همه جا. کاش که شکایتامون را در تو میکردیم، نه اینکه تو را در پیش همه شکایت میکردیم. پروردگار از همه پشیمان شدیم. مادر حاجره رحمت و مغفرت و تمام برادرایی که پدر مادر از دست دادن، فرزند از دست دادن، خدای جملگیشون رحمت و مغفرت بگیر. اگر تا حال در سوال و جوابتان گرفتار باشند، خدای سوال و جوابشان آسان بگردون. اگر قبرشان تاریک است روشن، اگر تنگ است وسیع، اگر چاه دوزخ است باغ جنت نصیب بگردون. اگر پدر و مادرمون حیات است بالای سرمون همچون سایبان سر نگهبان، اهل و عیال و فرزندانمون سبب زیبایی زندگانی دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب بگردون. پروردگارا برادرایی که برای از وطن ترک کردن آمدن به خاطر نفقه اهل و عیالشون، خدای در عمر و کسبشون برکت عطا بگردون، رزق حلال و کسب حلال نصیبشون بگردون. وقتی به وطن میروند با دست پر، با سر بلند و پیش پدر و مادر و فرزند همسرشون نصیبشون بگردون. و پروردگار رب العزت که در بیماری گرفتار شدیم، قلبهامون پر از کبر و غرور و حسد، زبانهامون پر از دروغ و غیبت و سخنچینی شده است،
طاقت دردت نداریم بیماری از ما برداشته بگردان عاقبت کار ما را به خیر بگردان و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم والحمد لله رب العالمین.